سلام دوستان عزیز، پروانه هستم. میخواستم در ادامه بحث بشارت ایمانی در مورد مسیح تنها نجات دهنده با هم دیگر صحبت کنیم. شاید برای بسیاری سوالات اساسی از این قبیل پیش آمده باشد که تفاوت ایمان به مسیح با ایمان به پیامبران دیگر چیست؟ چرا ما مسیحیان معتقدیم که تنها عیسی مسیح خداوند نجات دهنده است؟ اولین علت در پاسخ به این سوال این است که عیسی مسیح برخلاف تمام پیامبران دیگر از باکره متولد شد. بنابراین عیسی مسیح تنها انسان در روی زمین بود که در گناه زاده نشد. بر اساس کتاب مقدس مریم مادر عیسی از روح القدس حامله شد. متی 1 آیه 18 تا 20. عیسی مسیح نه تنها در گناه متولد نشد، بلکه هیچگاه در زندگیش مرتکب خطا نشد. این مطلب را به صراحت در انجیل می‌خوانیم. او هیچگاه گناه نکرد و فریبی بر زبانش جاری نشد. ما به چنین کاهن اعظمی نیاز داشتیم، کاهنی قدوس، بی‌عیب، پاک، جدا از گناهکاران و فراتر از آسمان‌ها. دومین و مهمترین دلیلی که موجب اعتقاد به یگانه نجات دهنده انسانها خداوند زنده عیسی مسیح می شود، مسئله مرگ و قیام اوست. عیسی مسیح بهای گناهی که از آدم و حوا به شکل مورثی به ما رسیده است را با ریختن خون خود پرداخت. همان گونه که در کتاب مقدس آمده است، زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشید. خون است که برای جان کفاره می کنم. لاویان باب 11 آیه 17. همچنین در قسمت دیگری از کتاب مقدس در اول پتروس باب 18 آیه 3 می خوانیم که خود مسیح یکباره برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد. یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. همچنین در کتاب مقدس می‌خوانیم که زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. آمین. بنابراین دوستان، ما به این نتیجه میرسیم که خداوند عیسی مسیح ناجی مهربان و خیرخواه انسان هاست. فداکاری که مسیح خداوند انجام داد بی‌نظیرترین هدیه معبود به عابد است. به همین خاطر کلامش بر جان می نشیند. در آخر در نام مسیح خداوند می طلبم محبت، بخشش و ایمان را برای تمامی فرزندان مسیح خداوند. آمین.